بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید در گلشن راز عارف محمود شبستری هستیم و از تفسیر و رمزگشایی‌های حضرت استاد بهره میبریم. استاد یکی از سالهای مرحوم هروی از عارف شبستری این بود که اگر معروف و عارف ذات پاک است، چه سودا بر سر این مشت خاک است. حالا جواب میده: مکن بر نعمت حق ناسپاسی، که تو حق را به نور حق شناسی. جزو معروف و عارف نیست دریاب، ولیکن خاک می باید ز خور تاب. عجب نبود که ذره دارد امید، هوای تاب مهر و نور خورشید. به یاد آور مقام حال فطرت، که زونجا بازدانی اصل فکرت. الست ربکم ایزد کرا گفت، که بود آخر که اون ساعت بلا گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم مطلب مهمی رو انتخاب کردید شما و از بیان شیوای عارف شبستری در پاسخ به اون عارف دیگر مطرح کردید. به یاد آر اصل فطرت، در همین مصرعی که الان قرائت فرمودید، به یاد آور مقام حال فطرت، مقام حال فطرت، که زونجا بازدانی اصل فکرت. همین بین فطرت و فکرت یک ارتباطی میخواد برقرار کنه مرحوم شبستری، که فطرت چیست و فکرت کدام است. و این ارتباطی که بین فطرت و فکرت برقرار میکنه، معلوم میشه که بدون فطرت فکرت نیست و فطرت اصل فکرت است. کسانی که از فطرت صحبت میکنن و فکر میکنن که فطرت یعنی بدون فکر، اینا اشتباه میکنن. فطرت اصل فکرت است. بعضی میگن که میخوان فکر نکنن، میگن فطریه. فطریه یعنی چه؟ یعنی فکریه. فطری یعنی فکری. اصل فطرت اساس فکرت است. تازه اصل فکر هم میگه هست. اصل فکر فطرت است. اگه فطرت نباشه فکر نیست. ببین خب فکر فقط در آدمه. هیچ موجودی غیر از انسان فکر نمیکنه. حیوانات شعور غریزی دارند ولی تفکر ندارند. جمادات و نباتات هم که ندارند، چون اون فطرت آدمی رو ندارند. انسان چون فطرت انسانی داره، اون وقت اهل فکرت است. حالا این اصل فکرت و فطرت روش بحث نمی کنیم، چون در سابق هم اشاراتی به این مسئله کردیم. اون که اینجا مهم است، دارد از آلا میپرسه، یعنی نعمتها. عارف هروی از نعمتهای خداوند، آلا یعنی جمع نعمت، جمعی است که معنیش نعمت. آلا خداوند یعنی نعمتهای خداوند و شکر بر نعمتها. سوال اولش این بود: اگه معروف عارف ذات پاک است، چه سودا بر سر یک مشت خاک؟ مشت خاک است. میگه اینو مشت خاک تصور نکن. بله همین. حالا اگر ذات پاک حق تعالی هم عارف هم معروف، عارف و معروف هم ببین قبل از ملا صدرا عارف و معروف یکیه، یعنی اتحاد عاقل و معقولی که ملا صدرا میفرماید. البته ابن سینا هم فرموده اتحاد عارف و معروف یعنی اتحاد عاقل و معقول. و عارف و معروف ذاتش پاک، اما از آلا میپرسه، از نعمت. این شکر نعمت. ببینین این عارف و معروف وقتی یکی میشه، فطرت و فکرت یکی میشه و فکرت همیشه در زبان ظاهر میشه. ببین آقای لاری جان، اگر زبان نبود، گفتن اگر نبود، گفتار آدمی، فکر آدمی ظاهر نمیشود. ظاهر میشود؟ فکر آدمی در گفتارش ظاهر میشه، گفتارش در کردارش و در قلمش و در نوشتارش.
اگر گفتار نبود نوشتار بود؟ نه. گفتار که میگم لفظ لزوما نی، یعنی فکره، یعنی انسجام فکر گفتاره. انسجام حقیقت گفتار انسجام فکره، چه به لغت بیاید چه در نوشته ترسیم بشود اون فکر. یعنی انسجام فکر که از فطرت ناشی می شود در قلم، در نقش قلم، در نقاشی و در زبان ظاهر میشه. زبان محدودیت نداره، زبان همه چی در بیان می آید. شاید بلکه قطعاً رساتر از زبان و بیان در عالم چیزی وجود نداشته باشه. هیچ چیز رساتر و گسترده تر از سخن و بیان نی. سخن چه چیزی رو نمیتونه بیان کنه؟ حالا اگر باشه خیلی کمه. همه چیز این عالم رو بیان میکنه. ما میتونیم همه چیز این عالم رو بیان کنیم یا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم و میکنیم. همه جا رساست. اما عجیب اینه که دیدم یه غربی این حرفو زده در آغاز قرن 19 اسمشو فراموش کردم، یک اروپایی است، میگه که تنها جایی که انسان به نارسایی سخن و ناتوانی بیان واقف میشه یک جاست. اونجا کجاست؟ وقتی که بخوای سپاسگزاری کنی و شکر منعم کنی. زبان هیچ جا اظهار ضعف نداره، همه جا بیان، هر چیزی رو بهش بدی بیان میکنه، هر چیزی رو بیان میکنه، عالم رو بیان میکنه، عالم آدم رو. در یک جا زبان احساس ضعف و ناتوانی میکنه. اونجا کجاست؟ اونجا که میخواد شکر کنه، سپاسگزاری کنه. حالا چرا اینجا احساس ضعف میکنه؟ این غربی میگه. حالا اگر مسلمانای ما، اندیشمندان مسلمان قبل از این غربی گفتن و ما توجه نکردیم. از دست و زبان سعدی چقدر زیبا گفته. چرا؟ برای اینکه من وقتی میخوام شکر کنم از کی شکر میکنم؟ از کسی که نعمتها رو به من داده. از صاحب نعمت باید شکر کنم، نه؟ شکر از صاحب نعمته. خب نعمتهای من چیه؟ الی غیر النهایه. همه چیز عالم برای انسان است و خود وجود آدم نعمت هست یا نه؟ هستی من نعمت هست یا نه؟ بله. حالا من بر هستی خودم شکر ببینم خود این گفتن من، قدرت سخن گفتن من نعمت هست یا نعمت نی؟ چرا نیست؟ برای خود این سخن گفتن که نعمت شکر کنم چگونه میتونم شکر کنم؟ خود توان شکر کردن یه نعمت هست یا نه؟ این که من میتوانم شکر کنم این نعمت هست یا نعمت نی؟ چرا؟ بر توان شکر کردن یعنی چی؟ دوباره شکر یعنی شکر. و خود اون شکر هم باز یه نعمت شکر داره. بازم باید اون شکر. و بازم بر اون شکر باید شکر کنی. تا کی باید شکر کنی؟ تا بی نهایت. تا بی نهایت. وقت بی نهایت میتونی بیان کنی؟ حالا ببین این کلامی که در بیان شیخ شبس در اینجا هست، آلا میگه بر آلا شکر کردن شرط راه هست و اون غربی اونجور گفته و فهمیده که تنها جایی که زبان به نارسایی خودش واقف میشه در مقام شکرگزاریه. سعدی چقدر زیبا بیان کرده. افصح المتکلمین از دست و زبان چه براید که از عهده شکرش به درآید. در یک نفس کشیدن 2 نعمته. سخن گفتن هم خودش یه نعمته. حالا بر یه نفس کشیدن 2 بار باید شکر کنی، برای خود همین شکر کردن که میتوانی شکر کنی یه شکر دیگه باید بکنی. چه اتفاق میفته؟ برای یه نفس کشیدن 2 نعمت داد، چون فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی 2 نعمت موجود. بر هر نعمتی شکری واجب. خب در یه نفس 2 نعمت شکر واجب. در یه نفس 2 شکر. خود شکر کردن که توان شکر کردن دارم یه نعمت هست یا نه؟ این که میتونم شکر کنم نعمت یا نیست؟ چرا؟ اینم یه شکر. حالا در یه نفس کشیدن و برای گفتن شکر 3 شکر باید بکنم. دوباره برای این شکر کردن باید شکر کنم. اصلا توان نمیشه اینجا. زبان میدونه که ناتوانه، چون هر چی بخواد شکر کنه برای همین شکر کردن دوباره باید شکر کنه و بی نهایت باید شکر کنه و بی نهایت رو انسان از عهدهش بر نمیاد. ببینم انسان از عهده بی نهایت برمیاد؟ نه. انسان از عهده بی نهایت برمیاد؟ انسان تنها موجودی است که
به تناهی خودش پی میبره. خوب گوش بده. شاید هیچ موجود دیگه متناهی بودن خودشو درک نکنه. همه موجودات متناهی ان جز حق تبارک و تعالی. حق تبارک و تعالی غیر متناهی. موجوداتی که متناهی ان حد دارن، محدوده دارن، شاید واقف نباشند به محدوده بودن خودشون. تنها موجودی که حد دارد، پایان دارد، تناهی دارد و میداند که متناهی است انسانه. اما یک مطلب مهم میخوام عرض کنم. انسان در اینی که میداند که تناهی دارد و متناهیه، در این حال که میداند، هنوز میداند که میتواند بره بالاتر. یعنی تناهی دارد که همراه به اینه که نمیداند کجا پایان پیدا میکنه، نمیدونه کجا پایانشه، یعنی همواره میخواهد برود. یک لغتی یک اندیشمندی به کار برده، دیدم چقدر زیباست. نی هنوز. کلمه نی هنوز. نی یعنی چه؟ یعنی نیست دیگه، تمام شد. ولی هنوز یعنی چه؟ یعنی هنوز تمام نشده. یعنی هنوز تمام نشده. من دیگه اینجا پایانمه، اما هنوز دیگه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. نی هنوز یعنی اون نی هنوز یعنی هنوز هست و پایانم نداره. این مطلب داشته باشین. این خصلت در یه چیز دیگه هم هست آقای لاریجانی. در انسان نی هنوز هست، یعنی من هنوز بازم جا دارم، هنوز جا دارم. نی هنوز جا دارم. در یه موجود دیگه هم هست و اگرچه زبان نداشته باشه، اون زمانه. زمان پایان داره یا نه؟ دیشب پایان یافت، نه؟ دیشب پایان نیافت، امروز هم تمام میشه، مرتب پایان پیدا میکنه. اما پایانی که دیگه بعدش زمان نی. زمان هم پایان میپذیره، هم چی؟ هم نی هنوز. یعنی دیشب تمام شده، فردا شب میاد، فردا شب تمام میشه. مرگ و رجعت که مرتب زمان تمام میشه، بعدش تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. اون مال انسانه. حالا خود زمان، این باز خود زمان دارم میگم. حالا خود زمان هر لحظه تمام میشه، ولی برای همیشه تمام میشه. یه لحظه بعد هست، باز لحظه بعد هست. یه لحظه تمام میشه، لحظه بعد هست نه. کی لحظه بعد دیگه نمیاد؟ همیشه میاد. چه وقتی رو میتوان تصور کنی که دیگه لحظه بعد نباشه؟ هرگز. این نی هنوز در کجا هست؟ نی هنوز در زمان هم هست. در دو چیز نی هنوز هست. یکی در انسان نی هنوز، یعنی هر چی بری بازم هنوز پایان نداریم، میتونی بری. زمانم هر چی به هر کجا برسی خب بازم لحظه بعد هست. یعنی این خصلت نی هنوز که هنوز پایان پیدا نکرد، پایان یافت ولی هنوز پایان قطعی نیست، هم پایانه هم بازم هست. این خصلت در دو موجود هست تا اینجا که حالا من میشناسم. یکی در انسانه، یکی در زمانه. حالا من چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرف؟ اجازه بدین نتیجه بگیریم. از اینجا میتوانم به این نتیجه دستیابی کنم و دست پیدا کنم که چون زمان نی هنوز است، هر چه زمان بگذره باز زمان دیگری هست، هر لحظه بگذره لحظه دیگری هست و انسانم هر مقامی که بگذره باز یه مقام دیگری میتونه بره. انسان در نی هنوز منطبق با زمانه و انسان تنها موجودی است که تاریخیه. این مطلب مهمه، میخوام توجه کنن شنوندگان محترم ما. انسان تنها موجودی است که تاریخی است و تاریخ را میفهمد. چه موجودی تاریخ را میفهمد؟ انسان. فقط. جماد تو تاریخه، تاریخ رو نمیفهمه. حیوان در تاریخه، تاریخ رو نمیفهمه. کرات آسمانی کهکشانان در تاریخن، تاریخ را نمیفهمد. انسان در تاریخ است و تاریخ را میفهمد. یعنی نترس و این عبارت به کار ببر، ما در تاریخیم و با تاریخیم. من هم در تاریخم هم با تاریخ پیش میروم. موجودات دیگر در تاریخن، با تاریخ نیستن. چرا با تاریخ نیستن؟ چون تاریخ رو درک نمی کنن. در تاریخن، با تاریخ نیستن. من و شما هم در تاریخیم هم با تاریخیم و این با تاریخ بودن خیلی مهمه برای انسان. حالا وقتی با تاریخیم چه خصلتی پیدا میکنیم؟ در آن واحد، همین اکنون که من با جناب عالی دارم صحبت میکنم، 3 زمان میفهمیم من و شما: گذشته،
حال آید. میفهمیم یا نه؟ اکنون من در اکنونم یا در گذشتم؟ اکنونی. بله. در آیندهم که نیستیم، ما در اکنونیم. اما در اکنون گذشته رو میفهمیم؟ به گذشته توجه داریم. بله. با آینده رو میفهمیم. در اکنونم که هستیم میفهمیم. پس در آن واحد در یک زمانیم، اما در یک زمانیم که سه زمان رو میفهمیم. توجه کن چه عرض میکنم. ما در یک زمانیم که سه زمان رو میفهمیم. یعنی در آنیم، در اینی که در آنیم، در گذشته را میفهمیم، آینده را میفهمیم. در یک زمان سه زمان. من در یک زمانی هستم که سه زمان دارم. من گذشته دارم. ما گذشته داریم نداریم؟ هر موجودی گذشته داره ولی گذشتهشو نمیفهمه. ولی انسان گذشتهشو میفهمه، آیندهش هم میفهمه و در انتظار آینده است و در آنم هست. در یک لحظه هست که این لحظه به سه لحظه گسترش پیدا میکنه. من در یک زمانم، در این حال سه زمان رو با خود دارم. چرا؟ چون نی هنوزم هم در آنم هم آینده دارم. استاد یه سوال بسیار حساس و باریکی اینجا پیش میاد که به نظر میرسه عارف شبستری هم به دنبال همینه که به یاد آور مقام حال فطرت که اونجا بازدانی اصل فکرت. استاد این اندیشه خود انسان که این همه انعطاف داره، یعنی فرود و فراز داره و این رو جناب مولوی میگه باید ببینیم ریشه این سخن و آواز از اندیشه خواست تو ندانی بحر اندیشه کجاست، چون ز دانش موج اندیشه بتاخت زین سخن و آواز او صورت بساخت. یعنی ریشه این اندیشه رو، موج اندیشه رو آگاهی میدونه. خب خود آخه ببین این درسته، یه قدر باید توضیح بدیم اینجا. خود آگاهی اندیشه است. بدون اندیشه که آگاهی نیست. بدون اندیشه آگاهی هست؟ نه. آگاهی نوع اندیشه است. چون اندیشمندی آگاهی، چون می اندیشی آگاهی. آگاهی با اندیشه تقریبا یه معنی داره. حالا اینجا ما خودمون گرفتار الفاظ نمی کنیم، اما این سوال مهمیه که خود اندیشیدن، که اندیشیدنه. یه قدری این اشتباه هم برطرف کنیم. بعضی میگن اندیشه اسم یعنی یه چیزی آماده. اندیشه ما داریم یا اندیشیدن داریم؟ اندیشیدن باید داشته باشیم. اگه اندیشیدن نباشد اندیشه یعنی چی؟ اندیشه یه چیزی که مثل آبی که میریزه توی کوزه. اندیشه به تنهایی اگه توش اندیشیدن نباشه چه معنی داره؟ آب راکت. یعنی بستنی قیفیه که بخوری، اندیشه مثل که آماده بهت میدن. اندیشه رو که آماده، ببین 1000 تا اندیشه بریز تو این کوزه، بریز تو این ظرف، بریز تو این گلدان، فایده نداره. اندیشه یعنی اندیشیدن. اینو توجه نمیکنن اشخاص. خود اندیشه اندیشیدن است. خود آگاهی آگاهیدن است، آگاهی شدن است. اصلا فکر تفکر است. آفرین. لغت فکر و تفکر توجه کن. ما فکر داریم یا تفکر داریم؟ بله تفکر داریم. اصلا فکر داشتن یعنی چی؟ یعنی تفکر کردن. یعنی فکر یه چیزی نیست که چند کیلو فکر به شما بدن. چند کیلو فکر به آدم میدن یا تفکر به آدم یاد میدن. این خیلی مسئله مهمیه. موج دریاست میشه. ببین اشخاص، این معلمین ما که الحمدلله میدانند، باید بدانند که ما باید فکر کردن را به دانشجو یاد بدیم یا فکر به دانشجو بدیم. فکر کردن. چند کیلو فکر به دانشجو میدی یا فکر کردن رو به او میآموزی؟ ها؟ نکته همینه. ما معمولا میخوایم فکر بدیم. مثل که چند کیلو فکر داریم میخوایم بریزیم تو جیب اون بره. نه، فکر کردن را به او بیاموزید. ولی فکر هرچی بهش بدی که فایده نداره که. خب یه دریا فکر بده، همونجا وایساده. فکر کردن را باید آموخت. خب این یکی که آگاهی آگاه شدن است، فکر کردن است یا فکر تفکر است، اندیشه اندیشیدن است، حتی فلسفه تفلسف است. آخه بعضی میگن فلسفه یه چیز مثلا چند کیلو فلسفه به کسی، این معنی نداره که فلسفه یعنی فلسفیدن. حالا لغتش بسازیم عربی، تفلسف یعنی فلسفیدن. ما فلسفه داریم یا فلسفیدن داریم؟ فلسفیدن. اگه کسی بگه من فلسفه دارم بدون این نادانه، یعنی این اصلا فلسفه سرش نمیشه. کسی فلسفه نداره، فلسفیدن اگه داره این فیلسوفه. یعنی میتونه تفلسف کنه، یعنی جریان داشته باشه. اینو برنامه ببینیم. بله.
حضرت استاد به نکته زیبایی اشاره کردید که فرق اندیشه با اندیشیدن، فکر با تفکر، فلسفه با فلسفیدن. بله. این نکته زیبایی است. همین نشون میده که حتی عمل با عمل کردن. آفرین. این همون نسبت تو ندانی بحر اندیشه کجاست. این موج و بحر میشه این نسبت بحر اندیشه یعنی دریا موج میزنه. دریا موج داره، رودخانه جاری است، اصلا عالم جاری است. ببین هنر یک لغت، یک مطلبی رو من به شما عرض کنم. هنر، حتی هنر که به مناسبت این بحث، هنر جاری است و در این حال ثابت. ببین طبیعت ناپایدار است ولی شما از درون طبیعت هنر در میاری. هنر تو طبیعت خوابیده است، شما باید درش بیاری. هنر میاریم. و بعضی فکر کنن هنر، مثلا فرض کن یه نقاشی مجسمه بزرگی مثلا میکلان یا هر مجسمه تاریخی که حالا خیلی سالها از درون سنگ یه نقاش یک مجسمه ساز در میاره. ببینم در درون کوه یا سنگ این مجسمه خوابیده، شما بهش میرسی یا از درون سنگ شما درش میاری؟ ما در میاریم. اون جریان فکر شماست. هنر جریان فکر، فلسفه جریان فکر، علم جریانه، همه چیز جریانه. موج اندیشه قشنگ مولوی. موج اندیشه مولوی درست میفرمایند. اندیشه موجه، همینطور موج اندر موج اندر موج. روزی که این موج اندیشه تمام باشه مرده است اندیشه اونگاه میمیرد که این موج دیگه مواج نباشه. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. مطلب اینجاست که انسان چون اندیشش مواجه و باید مواج باشه، این موج از کجا میاد؟ سوالش هست از کجا میاد؟ از یک مخزنی میاد که ما نمیدونیم ولی ما خالقش هستیم. یعنی درسته که از یک مخزنی میاد که مخزن غیب من نمیدونم کجاست. از یک بی صورتی به صورت می آید، از یک ناکجا آبادی به کجا آباد می آید. صورت از بی صورتی آمد. همین. حالا پس انسان خلاق اندیشه است. بسیار خوب. انسان خلاق علم، خلاق اندیشه است، حرف نداریم. خلاق تکنیک. ببینم امروز بشر این تکنیک موجود عجیب و غریب را که فراگیره و همه جای زندگی ما رو فرا گرفته، مخلوق بشر هست یا نه؟ خلاق تکنیک فعلی کیه؟ بشره. فکر بشره. پس بشر خلاقه. چرا خلاقه؟ چون مظهر خلاق مطلقه. خلاق اصلی ازلی ابدی کیه؟ حق تبارک و تعالی. خلاق علی الاطلاقه. این خلاق علی الاطلاق یه مظهر داره. مظهر خلاقیت خداوند کیه؟ انسان هم خلاقه. حالا مطلب میخوام بگم به شما اینجا. بله انسان هم خلاقه. یه شاعر شعرش خلق میکنه. بله یه شعری که میگه شاعر خوب خلق شعر میکنه. یک تکنیسیان یک هنری رو، یک تکنیکی رو خلق میکنه. الان ما در تکنیک غرقیم و خلاقان تکنیک هم هستند و بعضیشون هم نیستند و دارن تکنیک خلق. اما یک تفاوت هست اینجا. یک نکته میخوام عرض کنم آقای لاریجانی. ما نباید غرور پیدا کنیم. خداوند وقتی خلاق علی الاطلاقه از ازل تا ابد می آفریند، آفریدگار مطلق است و خلاق مطلق، خدا به عنوان خالق اسیر مخلوقش میشه؟ نه. هیچ وقت. میشه؟ نمیشه؟ نه. هرگز. مخلوق همیشه وابسته به خالقه یا خالق وابسته به مخلوقه؟ مخلوق وابسته. همه مخلوقات از ازل تا وابسته به حق تعالی هستون چون خالق. اما بدبختی انسان در اینه که خلق میکنه اما اسیر مخلوقش میشه. آفرین. اینجا چیکار کنم؟ تکنیک رو خلق کرده، بشر تکنیک آفریده، به اسارتش در اومده، اما به اسارت مخلوق خودش در اومده. ما الان اسیر تکنیک هستیم یا نیستیم؟ جواب بده ببینم. عجیب اسیر تکنیکیم. اتومبیل نباشه شما چیکار میکنی؟ همین برق نباشه شما چیکار؟ چه جور زندگی میکنی؟ همین برق بره، یه روز برق تهران بره، خدای نکرده، خدا نکنه، ببین زندگی چه تهران هم میره، یه هفته تا برق چه بلایی به سر مردم. خب انسان خلاقه، تکنیک می آفریند، خیلی چیزا دیگه می آفریند، ولی اسیر مخلوق خودش میشه. اما خداوند تبارک و تعالی که خلاق علی الاطلاق است و دائم می آفریند، معنی داره که اسیر مخلوق خودش باشه یا مخلوق وابسته به حق تعالی؟ الله الکبریا فی السماوات.
بدبختی، یعنی دامن کبریایی او گردی نمیشه. اما انسان خالقیت داره، بله میآفریند، خلاق، شعر خلق میکنه، تکنیک خلق میکنه، ابداع میکنه، یه چیزایی میآفرینه، صنعتگره، این میز آفرین صنعت ایجاد کرده. حالا اینو خب حالا صانع یا خالقه بحثش جداست که خالق، فرق بین خالق و صانع و اینا چیه، حالا وارد این بحث نمیشیم، این بحث طولانی داره. به هر صورت یه ابداعی داره انسان، اما مشکلش اینه که گرفتار مخلوق خودش میشه و دیگه نمیتونه خلاص بشه و ما الان در یک چنین گرفتاری گرفتار شدیم، در یک مخمسه گرفتار شدیم. استاد یه نکته باریک دیگری که بیان میکنه واقعا مقام حکمت این عارف بزرگ رو میرسانه. میگه اولین گفتگوی، حالا سند ارائه میده که من چرا گفتم که اصل فطرته، اولین گفتگویی که بین فکر و فطرت صورت گرفته رو اشاره میکنه. الست بربکم، ایزد کرا گفت، که بود آخر که اون ساعت بلا گفت. اولین گفتمان هم بین فکر و فطرت همون تعهد ازلی است. خیلی قشنگ. ببین چون خب این حسب بلا رو باید عقل بگه دیگه. بله این خب در کتب آسمانی، در تعلیمات انبیا علیهم السلام اینه که انسان در ازل یه عهدی با خداوند بسته، اون عهد ازلی بهش میگن. در ازل عهد بسته و الست بربکم هم همینه که خداوند گفت ما پر همه گفتن بله، ولی خب بعضیا به این عهدشون پابند موندند و انسان اینجا یک کمی شیطنت میکنه، گاهی به این عهدش وفادار باقی نمیمونه. در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی، امروز اون عهد فراموش کرده و تفکر آدمی هم از همون عهدی که همون فطرت است ناشی میشه. یعنی اگر اون عهد را نبسته بود الان به فکر نمی آمد. منشأ فکر همونجاست. فکر از طبیعت در نمیاد. این بحث رو بازم اشاراتی کردیم اینجا قبلا. ببین امروز فکر میکنن که فکر زایده طبیعته، از طبیعت، از درون ماده. این بارها اینجا بحث کردیم، نمیخوایم تکرار کنیم. از درون ماده فکر در نمی آید. ما در ماده تصرف میکنیم یا ماده در فکر ما تصرف میکنه. ما تصرف میکنیم. بله، فکر منشأ دیگری دارد و این جنگ بین ذهن و عین، ببین این یکی از مسائل مهمی که بشر هنوز گرفتار شده و تا آخر هم گرفتار خواهد بود و از اول پیدایش تفکر تا حالا ارتباط ذهن و عینه. ذهن فکره، محل فکره، عین یعنی عالم خارج، عالم بیرون. اما بین ذهن و عین فاصله هست یا نه؟ شما بگو. عالم ذهن با عالم عین. الان شما فکر داری این صندلی هم، این میزم، این میزم، این عالم عین مقابل شما، یکی که نی. فاصله بین ذهن و عین، یا به قول امروزه سوژه و ابژه، این فاصله چگونه از میان برداشته میشه؟ همطور این تفرقه باقی میمونه یا یه اتحادی باید برقرار باشه؟ بله. تنها چیزی که اتحاد برقرار میتواند عالم ذهن رو با عالم عین، سوژه رو با ابژه، یا به هر تعبیر دیگری که میخوای بکنی، اتحاد برقرار کنه بینشون و متحد بسازد، فکر است، فهم است. فهم است که ذهن رو با این ارتباط میده و متحد میکنه. اگر فهم نباشد، عالم ذهن با عالم عین و جهان سوژه با جهان ابژه چگونه ارتباط برقرار میکنن؟ و اگر این شکاف باقی بماند، زندگی چگونه میسر میگردد؟ غیر ممکن میشه. زندگی در پرتو اتحاد سوژه و ابژه یا ذهن و عین است و این اتحاد مبارک که زندگی رو برقرار میکنه و زنده میکند، فهم آدمی است. استاد این آیه خیلی عمیقه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. این چه لزومی داشت خداوند گواه بگیره خود انسان؟ اشهدهم علی انفسهم، تمام هنر بشر در اینه که انسان در اول باید خود را بیابد. اگر انسان خود را یافت و اشهده علی نفسه تحقق پیدا کرد، یعنی شهد علی نفسه و اشهد علی نفسه که منم،
وقت عالم را میشناسد. الستو ربکم بعد همینه. اگر انسان خود را نیابد به چه چیزی دست پیدا میکنه؟ جواب بده منه. خود را نمیابد. چه چیز را میابد؟ هیچ رو. این میز الان میز است، چه چیز را میابد؟ هیچ رو. جز میز بودن چه کاری ازش میاد؟ هیچ. چرا چیزهای دیگر را نمیابد این میز؟ برای اینکه خود را نمیابد. انسان اگر خود را نیابد به چه چیزی میتواند دست پیدا کند؟ به هیچ چیز. اشهدهم علی انفسهم. ببینید قرآن کریم چه فرموده، چقدر زیباست. مادام که خداشناسی مقدم بر جهانشناسی، و حتی خداشناسی هم اگر خودشناسی نباشه میسر نمیگردد. عرف نفس. اگر کسی خود را نشناسد مگر میتواند خدا را بشناسد؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. کسی خودشو نشناسه من عرف نفسه فقط عرف. تمام. این اشهدهم علی نفسهم همینه که شما میفرمایید. بله. الستو بربکم. بله. این چه بیانه، خیلی نکته عجیبی است. نکته است اینا کمتر کسی یعنی بیشتر. ما خداشناسی و خودشناسی رو در عالم الست همینه گواهی دادیم. و این خودشناسی یه امر الازلی و الستی است. بهش میگیم الستی که میگن یعنی عهد الست. دیدم یک کسی فامیلش الستی بود. الستی خوبه. الستی یعنی همون عهد اهل ازل، عهد الست. و کشف این پیمان هم بدون بلا نمیشه. مقام عشق میسر نمیشود بی رنج، بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست. به حکم بلا. بلی و بلا. حالا من یه نکته میخوام عرض کنم. قصه و یسر اینجا نیاز به حالا این بلا اهمیت داره که انسان بلا به حق تعالی گفته بلا. بلی یعنی آری، یعنی اعتراف به حق. به همون اندازه که بلا نقش بنیادی در خلقت آدمی از ازل داره، من یه نکته میخوام عرض کنم. این دیگه شبستری نفرموده، میخوام من عرض کنم. بله. به همون اندازه که بلا اهمیت داره، کلمه لا و نه هم اهمیت داره. من نه رو باید بتونم بگم نه یا نه. باید بلد باشم نه گفتن یا بلد نباشم. نباشی بلا نمیتونی. در مقابل بلا لا، در مقابل آری نه. آفرین. اگر همش آری باشه درسته یا یه نم لازمه؟ نمیشه. آری بکی و نه بکی. آری به حق نه به شیطان. آفرین. میشه گفت یا نه؟ به چه کسی آری بگویم؟ به حق. به حق تبارک و. به چه کسی نه بگویم؟ به شیطان. به چه کسی بلا بگویم؟ به حق تعالی. به چه کسی لا بگویم؟ شیطان. این امر انسان که دائره بین این دو جریان الهی و شیطانی است، بلا و آری به حق و حقیقت تبارک و تعالی، حق تعالی، و لا و نه به شیطان و شیطان صفتان و رذالت ها بلا و به قسامت. معنی بلا، هم اون بلا معنی رنج و سختی هم هست. خب این بلا که به حکم بلا. خب بلا از بلا حاصل میشه، یعنی وقتی بلا گفتی دوچار رنج میشی. حالا اون ابتلا پیدا میکنه. پس خیلی هزینه داره. خیلی هزینه داره بلا گفتن. ابتلا داره. ابتلا نتیجه بلا گفتنه. بلا که گفتی باید تعهد قبول کنی. متعهد شدی باید بلد بشی بگی نه. اون نگفتن ها ابتلاست. چون بلا گفتی یک آرزوهای بعد هست. آید همطور که عرض کردم به دنبال بلا تعهد می آید. به دنبال تعهد باید نها، لا، باید لا بگی. در این لا گفتن بعد از بلا ابتلا می آید. بلا و لا مستلزم ابتلاست. من یه جایی باید بلا بگم به حق تعالی، یه جایی بلا باید بگم به شیطان. در این بلا گفتن و لا گفتن ابتلا می آید. بله. پس اینجا ما یه ابتلا را معنی کردیم. چرا من مبتلا هستم؟ چون بین بلا و لا گرفتارم. اگر بلای مطلق بود ابتلا بود؟ اگر لای مطلق بود ابتلا بود؟ چون بین بلا و لا گرفتارم ابتلا می آید و این ابتلا هست. اینه که موحدین بیشترین بلا و سختی ها رو به جان مبتلا هستن. بله نمیشه. زندگی ابتلاست. هر کجا شمع بلا افروختن 100,000 جان عاشق سوختن. آفرین بر شما. بس چقدر مطلب مهمه. ابتلا نتیجه بلا ولاست.
و انسان چاره نداره یا جز این ایها که الانسان انک کادح الی ربک کدحا. فملاقی. از سختی نباشه اصلا فایده نه نداره. نه سختی نباشد نمیشه. حالا ببین یه مطلب خوب شما گفتی، اگر سختی نباشد، ببین هر موجودی، من از انسان برم بالاتر، هر موجودی علل اطلاق در این عالم وقتی که با مقاوم روبرو میشه، با مانع روبرو میشه، گوهر وجودی خودشو نشون میده. آفرین. اگر یک موجود با مانع روبرو نشه، با مانع روبرو نشه، خصلت وجودی و گوهر ذاتی خودشو نشون نمیده. یک موجود وقتی یه مانع در مقابلش قرار گرفت، خصلتش آشکار میکنه. پس انسانم اگر اون موانع و اون لاها جلوش نباشه، خصلتش آشکار نمیشه. زندگی اینه، این عالم خصلتش اینه، موانع که میاد جوهر اشیا آشکار میشه. اگر مانع نباشد و نیاید، جوهر اشیا آشکار نمیشه. و توجه فرمودی؟ خیلی جالب. یه سنگ وقتی معلوم شه سنگی که مقاوم میشه در مقابل سنگ دیگه، توجه فرمودی؟ وقتی مقاومت کنه معلوم شه سنگه. آهن، مقاومت آهن چگونه میسنجه که چقدر مقاوم، اصلا مقاومت ها چجوری میسنجن امروز؟ مقاومت فلزات، مقاومت اشیا چگونه میسنجن؟ از چیز مقاوم تری با مانع روبروش میکنن، میزان مقاومتش به دست میاد. انسانم مقاومتش از کجا به دست میاد؟ من از کجا بدانم که این انسان چقدر مقاومه؟ وقتی موانع سر کارش اومد، سر راهش اومد، اگر مقاومت کرد میفهمم چقدر مقاومه. اگر نیاید، من از کجا میفهمم چقدر این مقاومت داره؟ ها؟ یه انسان در یه اتاق بذار 100 سال ازش بگذره، با هیچ مانع روبرو نشه، شما چقدر میدونی که این مقاومه یا نه؟ یا اگر بفهمی میزان مقاومت از کجا معلوم میشه؟ یه انسانی با هیچ کسی نبینه، با هیچ چیز روبرو نشه، در یه اتاق در بسته تغذیه بشه 100 سال، هیچی هم با هیچ مانع روبرو نشه، شما میزان مقاومتشو میدونی یا نه؟ ناز پروردتن آن نبرد راه به جا. باریکالله. عاشقی شیوه رندانه. اما عاشقی انسان معمولی هم همینطوره. اما کسانی که با بلاها موانع روبرو شدن، میزان مقاومت اونها به دست میآید. عسر را در شکم یسر نهادن به یقین، هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشد. وقت اینجا معنی همین آیه شریف هم به قشنگی معلوم شه، ان مع العسر یسرا. به به چقدر زیباست این. یعنی وقتی که سختی باشه، موانع بیاد، وقت این یسر و اون میزان عظمت و مقاومت شما معلوم بشه. آتش کوره آهنگر و پتک دودمش نخورد آهن اگر تیز و درخشان نشود. چابک از آسیاب تا به تنور سوزان، ندود گندم اگر لایق دندان نشد. یقینا اگر چنانچه آسیاب خوردش نکنه گندم را و در تنور نسوزد، تحمل آتش نکنه، مناسب ذائقه شما میشه که شما بخوری. یا همون چاقو رو اگر چنانچه گداخته نشه تیز میشه، شمشیر تیز میشه و هاکذا الی آخر مسائل. مثال ها زیاده. دانه گندم اینقدر. همه. حالا انسان که به طریق اولا، به طریق هر موجودی علی الاطلاق. بله. خیلی قاعده، 2 تا قاعده خوب ازش در اومد. بله. الستو به ربکم ایزد کرا گفت، که بود آخر که اون ساعت بلا گفت. در اون روزی که گلها می سرشتن، به دل در قصه ایمان می نوشتن. به عجب فرمایشی. اگر اون نامه را یک ره بخوانی، هر اون چیزی که میخواهی بدانی. درسته. که متاسفانه ما نمیخوانیم. ببین اونجا گل انسان رو میسرشتند و در دلش ایمان میسرشتند. چقدر زیبا میفرمایند. سرشته شدن گل انسان یعنی جسم انسان، سرشته شدن دل و سرشته شدن دل انسان به ایمان. چقدر زیباست. و از همینجا دوگانگی انسان، یعنی ترکیب انسان رو از ملک و ملکوت و از تن و جان داره نشون میده. ما سرشت گل را میبینیم و دل را نمیبینیم. و ایمان دل را نمیبینیم. دل و گل سرشته میشود و دل درش ایمان پرورده میگردد. حالا میگه اگه نامه را بخوانی، تو بستی عهد عقد بندگی دوش، همینه، ولی کردی به نادانی فراموش. همین. یعنی اگه بدون این ترکیب را وقت میفهمی. اگر بدانی که از جان و تنی و از دل و گلی و قدر دل رو میدانی،
اینو باید بدانی و ندانی. فقط فکر نکنی یه جسمی و شهوات جسمانی و اختزاعات نفسانی، فقط این نیستی تو، یه چیز دیگه هم هستی، دل هم هستی. فقط خودتو به گل سرگرم نکن، فقط به تن نچسب، دل هم داری، جان هم داری، جان هم تقاضا داره، دل هم تقاضا داره، با اونا هم برس. اگر این نامه رو درست بخونی میفهمی چه کسی هست. جناب مولوی زیبا میگه، میفرماید ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و برا. ما باید مدعی باشه انسان. همینه که ما پیمانی رو بستیم که اینجا اجرا کنیم. همینه. از چه در دهلیز قاضی تن زدی؟ نه که ما بهر شهادت آمدیم. چرا ما به این تعهد ازلی عمل نمی کنیم استاد؟ متاسفانه فراموشی میاد دیگه. همون اختزاعات تن موجب فراموشی دل میشه. وقتی دل فراموش شد تحت ازل هم فراموش میشه. اگر تو دیده ای حق را در آغاز، در اینجا هم توانی دیدنش باز. اگر اونجا حق را دیده باشی و فراموش نکرده باشی، حالا دوباره صفاتش را ببین امروز اینجا که تا ذاتش توانی دید فردا. یعنی اون دید سابق رو حالا 2 مرتبه به یاد بیار. اینجا خیلی شیخ شبستری افلاطونی شده، یعنی آگاهی رو تذکر میدونه. آفرین. شما از ازل میدانستی، فراموش کردی، حالا به یاد بیار. این نظریه تذکر بهش میگن. افلاطون میگه که هر آموختنی تذکر است، یعنی یادآوری. ما میدانستیم از ازل، در طول زمان و جسم و طبیعت فراموش شده، حالا به یاد میآوریم. اینو میگن نظریه افلاطونی. شیخ اینجا ناظر به همون نظره. خیلی زیبا فرمود. واقعا حکیمن این بزرگان، آدم لذت میبره. خیلی استفاده کردیم استاد. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل اون مه عاشق کش که نمیشه، عاشق کشه میکشه. عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. آتش تور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ اون کس از اهل اشارت که بشارت داند. نکته ها هست ولی محرم اسرار کجاست؟ تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.